بر تمام عزیزانی که صدای منو میشنوند و مخاطب من هستن و وقت عزیزشون رو دارن میذارن و این ویدیو رو نگاه میکنن. من سیامک قاسمی هستم، درمانگر هستم و تقریبا 20 ساله که به صورت حرفه‌ای انرژی درمانی میکنم و حدوداً 7 سالم هست که نور درمانی هم اضافه شده. به لطف خداوند و نیروهای نوری این موهبت الهی بهم داده شد. من از بچگی این انرژی خدادادی رو داشتم و تقریباً 20 سال پیش کشف کردم این انرژی رو و از اطرافیانم شروع کردم تست کردن که ببینم جواب میده روی این بیماری هاشون، سردرد یا هر بیماری، سرماخوردگی. از اول از بیماری های خیلی ساده شروع کردم و خدا رو شکر دیدم جواب میده و این واقعا در وجودم هست و کم کم این رو گسترش دادم، رو بیماری های مختلف تست کردم و خدا رو شکر خیلی مواقع بیماری های خیلی خاص، قوز قرنیه، کر مادرزاد، کور مادرزاد که عضو رو داشتند، چشمشون سالم بوده، هیچ مشکلی نداشته، تخلیه نبوده و قرنیه داشته، خدا رو شکر تونستیم بیناییش رو بهش برگردیم. سرطان‌های مختلف، نازایی، در زمان کرونا خدا رو شکر چون میتونستم از راه دور این کار انجام بدم، بسیار زیاد در افسانه‌آغات دنیا از همه جا دوستان کمک خواستن، من بهشون کمک کردم و در زمانهای خیلی کوتاهی مشکلشون حل شد. و میخواستم بگم که اگر واقعا ایمان داریم و میدونیم که این چه کاریه و که ما انجام میدیم، از چه جنسیه، نور درمانی، انرژی درمانی، و ما از چه طریقی این درمان رو انجام میدیم. چون همینطور که میدونین انسان دارای چاکراهای مختلفیه و حاله نوری داره و این انرژی میتونه تا کل کیهان هم بره، مثل تلپاتی. شما هر جای دنیا که باشی میتونی، اگر این قدرت رو داری، میتونی ارتباط بگیری. و مثل همین موبایلی که دستتون هست، شما با اون سر دنیا، با آمریکا تصویری صحبت میکنید، در لحظه این تصویر از کجا میره و به کجا میرسه، از طریق همین امواج آسمون میره و به مقصد میرسه و اون دریافت میکنه، هم صدا هم تصویر شما رو دریافت میکنه. در واقع دقیقا ما همین کار میکنیم. این امواج رادیویی و نوری است که میره و اون شخص رو درمان میکنه، چه حضور داشته باشیم چه حضور نداشته باشیم. یعنی هم میتونه حضوری باشه هم غیر حضوری. و اینکه بعضی بیماری ها انرژیکی هستن و میتونه ریشه انرژیکی داشته باشه یا در واقع اون ذهن ناخودآگاه ماست که میاد یه چیزی اضافه میکنه یا یه چیزی رو کم میکنه از وجود ما، مثلا قده که یه چیزی اضافه میکنه، مثل بینایی که از دست میدی، شنوایی که از دست میدی، یه چیزی رو کم میکنه، میخواد ازت محافظت کنه که مثلا شما دیگه اون ناراحتی رو نبینی، میاد بینایی تو ازت میگیره، میخواد که اون خاطره بدی که از شنیدن حرفها داری دیگه نشنوی و اون بخش از بدنت رو خاموش میکنه. بله، مغز ما چنین توانایی هایی داره. همینطور که خداوند گفته اگر یک جو
ایمان داشته باشیم میتونیم کوه رو جابجا کنیم، همینطور میتونیم به خودمون آسیب برسونیم بدون اینکه بخوایم. در واقع دست خودمون نیست آسیب هایی که میرسونیم. و خیلی ها میگن که خواست خدا بوده، این خدا خواسته اینجوری بشه، خدا این کارو با من کرده، یا کائنات اینجوری کردن، در صورتی که اینجوری نیست. تمام اتفاقا از اینجاست. حتی پول و ثروتی که شما میتونی داشته باشی و نداری، یا مثل خیلی از دوستان دارن نمیتونن استفاده کنن یا مشکلات دیگه‌ای دارن، همش برمیگرده به آموزش هایی که مخصوصا بین سن 5 تا 9 سالگی ناخودآگاه آمده و ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. با تمرینات میتونیم اونا رو پاکسازی کنیم و با انرژی درمانی نهایت درمان رو تثبیت کنیم. من ازتون درخواست میکنم برای امتحان کردن، برای اینکه فقط ببینین من چه کار میکنم، آیا میشه یا نمیشه، یا بذار اینو امتحان کنیم ببینیم چی میشه، این اشتباهست. من نزدیکترین افراد زندگیم، حتی همسرم، مادرم، خواهرم، هر کسی، دوستان عزیزم، اگر ازم درخواست نکنند درمانشونه، چون اهمیت داره. درخواست کردن پذیرفتنه. شما نیاز دارید و این نیازه که به شما کمک میکنه تا درمان بشید. به قول عیسی مسیح که وقتی شخصی رو درمان میکنه، شفا میده و شخص برمیگرده میگه سپاسگزارم که من رو درمان کردی، میگه من نبودم که تو رو درمان کردم، این ایمان تو بود که تو رو درمان کرد. و یادت باشه باید ایمان داشته باشی به من تا من درمانت کنم. بارها شده که یه بیماری رو، یک نوع بیماری رو 2 خواهر داشتن و من درمان هر 2تاشون رو به عهده گرفتم. یکیش درمان شد و یکیش درمان نشد و هیچ تأثیری براش نداشت. چرا؟ مگه درمان من متفاوت بوده؟ خیر، من همون انرژی که به این خواهر دادم به اونم دادم، فقط پذیرش این با اون فرق میکرد، ایمان این آدم با اون آدم فرق میکرد، اعتقادش به شفا پیدا کردن، نه ایمانش به من، ایمانش به خداوند و شفایی که خداوند میتونه برای شما داشته باشه. من به شما قول میدم که اگر ایمان داشته باشی، هر چیزی که باشه فرقی نمیکنه. هر چیزی امکان داره، هر بیماری ممکنه شفا پیدا کنه، حتی زمانش. ممکنه یکی در یک جلسه درمان بشه که داشتیم و یه شخصی با همون بیماری 6 ماه طول بکشه که درمان بشه. اینا همه برمیگرده به افکار شما. گاهی وقتا برای شفای یک بیماری، درمان یک بیماری، لازمه که اول مغزت رو پاکسازی کنی، افکارت رو بازبینی کنی، بعد دنبال این باشی که از خداوند شفا بگیری. یا اگر خواستید که من براتون انجام بدم انرژی درمانی یا نور درمانی، باید حتما افکارت بررسی بشه، چون ممکنه سرطانی که در وجود یک شخص هست به خاطر عقده‌هایی که در وجودش نهفته مونده، حرف‌هایی که نزده است، بغض‌ها، عقده‌هایی که اینجا میمونه، تبدیل به سرطان حنجره یا تیروئید میتونه بشه. تیروئید کمکار، تیروئید پرکار. یا شخصی که از مادرش کینه داشت، توده خیلی زیادی از غده‌های سرطانی بین مهره‌های کمرش ایجاد شده بود و وقتی رو ریشه یابی و اسکن متوجه شدیم که این مشکل میتونه از کجا باشه و خودش به یاد آورد که این کینه‌ایه که از بچگی از مادرش داشت، حالا به دلایلی که نمیخوام دیگه در موردش صحبت کنم، و مادرش رو بخشید
بعد از اینکه درمان شد دیگه اون غده برنگشت، در صورتی که قبل از اینکه به ما مراجعه کنه اون غده تکرار میشد. چند بار برداشته بودن غده رو و این هی تکرار میشد و درمان نمیشد و هر دفعه بیشتر از دفعه قبل برمیگشت. پس ریشه یابی و تشخیص درست بیماری و اینکه خودتون بخواین و با من همکاری کنین خیلی تو درمانتون تاثیر داره. پس عزیزای دلم ازتون باز هم خواهش میکنم که برای تفریح، چه میدونم بعضیا برای تست کردن امتحان که ببینیم این هم چی میشه یا نمیشه، نه وقت خودتون رو بگیرین نه وقت دیگران. من در خدمتتون هستم و با تمام وجودم این کار رو براتون انجام میدم و مطمئن باشید که در وهله اول درمان شما برای من مهمه و بعد میتونه مالی باشه و شخص تا درمان نشه اون هیچ ارزشی برای من نداره، چون به نظر خودم این رسالت منه، کمک به دیگران، درمان شما عزیزان. عاشقتونم و میخوام که همینجا از خداوند درخواست کنم که تمام بیمارا شفا پیدا کنن و من هم هرچی در توان دارم برای شفای شما و درمان تمام بیماری های شما عزیزان هرچی در توان دارم بهتر. دوستتون دارم، میبینمتون به زودی زود. بدرود. موفق و مایل باشید.